درود خدمت دوستان عزیز، دوستان گل برق‌آوری. این بار یه دونه ویدیو دارم براتون میگیرم. این ویدیو مختص اعضای کاناله و برای کسایی که خیلی سوالات براشون پیش میاد، مخصوصا بعد از اینکه ویدیوهای کانال میبینن. این ممکنه این ویدیو به درد خیلی از شماها بخوره، چون خیلی از سوالات رو قراره پاسخ بدم. چرا سوالات شماست؟ به خاطر اینکه این سوالات رو از تو کامنت ها جمع کردم و مدت زمان زیادیه که از کامنت ها اسکرین شات میگیرم که بتونم جوابشون رو توی ویدیوها بدم. خیلی از ویدیوهایی که مربوط بهشون میشه رو جواب کامنت ها رو میگم، ولی این ویدیو مخصوص اینه که من کامنت شما رو بخونم و جواب شما رو توی این ویدیو بهتون بدم. هیچ چیز عملی در کار نیست، فقط توضیحات. امیدوارم که از این دست ویدیو خوشتون بیاد. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید، چون به کانال کمک میکنه که این ویدیو بیشتر دیده بشه، و کامنت بذارین که نظرتون رو بدونم که اینجور ویدیوها رو دوست دارین، یا نقداتون رو بنویسین که چجوری اجرا بشه، چه سوالاتی رو پاسخ بدم. خلاصه هر نظری که دارین توش بنویسین. اگر کانالم سابسکرایب نکردی و تا الان مهمون ما بودی، خوشحال میشیم به خانواده ما بپیوندی و اعضای کانال بشی. خب وقت رو تلف نکنیم، بریم سراغ اولین کامنت ببینیم که چی پرسیدیم. اولین کامنت رو بخونیم. سلام، لطفاً در مورد نرخ تعمیر و برق‌کشی یک ویدیو تهیه کنید. همچنین در مورد کلید و پریزهای مدرن هم اگر امکانش هست توضیح بدید. خب در مورد کلید و پریزها که فقط اینجا میتونم به صورت توضیح دادن براتون بگم و اینکه نمیتونم به صورت عملی براتون بگم چجوریه، ولی در مورد نرخ برقکاری یا هزینه تعمیرات و اینو میتونم توضیحاتشو بدم. خب در مورد کلید پریزهایی که به صورت مدرن هستن یا هوشمند هستن یا لمسی هستن، میتونم بهتون بگم که این نوع کلید پریزها میشه گفتش که به صورت 90% مثل کلید پریزهای معمولی نصب میشه، با این تفاوت که این کلید پریزها برای اینکه خودشون میخوان یه مداری دارن داخلشون، میخوان کار کنن و با گوشی سینک میشن و اینا، باید شما بهشون یه نولم برسونین که این بتونه بردش به کار بیفته و بتونه فرآیند خودش انجام بده. ببین این کلید پریزها اینجوری هن که داخلشون یه دونه رله داره که برد الکترونیکی به اون رله فرمان میده. حالا توی کلیدا خاموش روشن میکنه، توی پریزا هم همینطور قطع و وصل میکنه. عرضم به حضورتون که قسمت لمسی داخل کلیدا فرمان میده به رله که قطع و وصلش بکنه، و وقتی هم که سینک میشه به گوشیتون، شما میتونید با توسط گوشی از طریق وای فای، یا بعضیشون هم که نه اکثرا از طریق وای فای وصل میشن و شما میتونید از توی گوشیتون کنترل کنین، خاموش روشن بکنین کلیدا رو. نصبش هیچ فرقی نداره. جالبی که روی هر پیچی که گذاشتن داخل این کلیدها یا پریزها نوشتن که اینجا چی باید وصل بشه، یعنی فاز ورودیشو مشخص کردن، فاز خروجی رو مشخص کردن، قسمتی که نول وصل میشه رو مشخص کردن. اکثرا نول خروجی ندارن، یعنی نول فقط میاد داخلشون برای تغذیه، عرضم به حضور شما که، ولی فازا توی کلیدا همونجور که وارد میشه از پیچ‌های دیگه خارج میشه. این وقتی این کلیدا رو تهیه میکنید داخلشون یه نقشه هستش که شما از روی نقشه خیلی راحت میتونید بفهمید که کدوم پیچ فاز ورودیه، کدوم پیچ هم فاز خروجی. پس هیچ سختی نداره. اگر تا حالا نبستید، کسی بهتون پیشنهاد کرد که بیاین ببندین، اصلا نگرانش نباشین. نهایتش اینه که یه دونه عکس از کلید میگیرین، اگر نقشش هم نداشتین از طریق گوگل لنز این نقشه رو، این عکس کلید رو به گوگل لنز میدین و گوگل لنز برای شما نقشش رو پیدا میکنه، از روی نقشش میتونین ببندینش. اما در مورد تعرفه قیمت، ببینید خب قیمت ها که اولا توی هر منطقه متفاوته. این سوال مال خیلی ها هستش، چون خیلی از کامنت ها این سوال داشتن. قیمت ها توی هر منطقه متفاوته. مثلا شما
داخل همین تهران رو در نظر بگیرید، تهران بالا شهر داره، پایین شهر داره، وسط شهر هم داره. اینا هر کدومش تو هر منطقه شما برید کار بکنید اصلا کار متفاوته، قیمت هم متفاوته. شما تو پایین شهر باشین اکثرا خونه ها تک واحدیه، وسط شهر باشین اکثرا خونه ها آپارتمانیه، بالا شهر که باشین اکثرا خونه ها ویلاییه. میشه گفتش که تمام لوازم برقیایی که توی اینا استفاده شده، سبک برقکشیاشون با هم دیگه متفاوته، پس قیمت ها هم فرق میکنه. و اما اینکه چجوری قیمت بدین، توی هر منطقه قیمت برقکشی 0 تا 100 ساختمون بر اساس متراژ هستش. یه سری منطقه ها هستش هنوز دارن، البته این قیمتی که دارم میدم بسته به زمانیه که این ویدیو داره ضبط میشه. خیلی جاها من دیدم متری 150,000 تومان هم دارن کار میکنن، خیلی جاها هم که متری 2 میلیون هم دارن کار میکنن. شما باید تحقیق کنید ببینید توی منطقه خودتون اگر بار اولتون رو میخواین این کار انجام بدین یا زیر 10 بار برقکشی کردین، باید از همکارا بپرسین که چطور این کار انجام میدن. اگر همکارا بهتون پاسخگو نیستن، تو اپلیکیشن دیوار برقکار پیدا بکنید، زنگ بزنید بهش انگار که خودتون مالک هستین، بگین آقا من یه ساختمان 100 متری دارم، این متری چقدره هزینه برقکاریش؟ اون به شما قیمت میده. 2-3 نفره که زنگ بزنید سوال بکنید، قیمت دستتون میاد که شما هم چجوری باید قیمت بدین. سوالایی که از شما میپرسن اینا رو دستتون میاد که شما چه سوالایی باید از مالکان بپرسین. بعد برای قیمت دادن کارهایی که بهش میگن خورده کاری، عیبیابی، تعمیرات، برای اینجور کارا ببینید کار عیبیابی مثل یه هندونه در بسته میمونه، اصلا نمیشه قیمت داد. طرف مثلا میاد به شما میگه آقا ما یه دونه اتاقمون برقش روشن نمیشه. خب شما مثلا با خودت میگی که این یا لامپش سوخته یا سیم توی کلیدش قطع شده، مثلا بهش قیمت میدی آقا من 300 تومن میگیرم میام این کارو براتون انجام میدم. میری سر کار میبینی که فقط لامپ نیست، پریزها هم برق ندارن و مالک اصلا متوجهشون نبوده و اصلا یه اتاق برق نداره. باید بگردی ببینی که این به چه صورت این ساختمون برقکاری شده، مال چه سالیه، سبک برقکاریش چه شکلی بوده. ممکنه از شما نیم ساعت وقت بگیره برای انجام شدن این کار و ممکنه 2 روز وقت بگیره. پس شما نمیتونید قیمت بدید، شما باید با صاحبکارتون توافق کنید، یا به صورت ساعتی براش کار انجام بدید یا بهش بگید که آقا من این کاری که انجام میدم آخر کار معلوم میشه که قیمتش چقدره. اگر میخواید که نه سیخ بسوزه نه کباب تو قیمت دادن، باید ساعتی قیمت بدید. یعنی اینکه شما وقتی میخواید یه کاری رو انجام بدید، حالا آخر کار یا اول کار برای خودتون برآورد کنید، ببینید این کار چقدر زمان میبره. مثلا این کار 5 ساعت زمان میبره، نسبت به قیمتایی که اون منطقتون داره، ساعتی 200 تومن، ساعتی 300 تومن، ساعتی 500 تومن از مالک بگیرید. این به نظر من منطقی تره، چون بر اساس ساعتی که کار کردید پول میگیرید. من خودم تو خیلی کارا این کارا رو کردم، به صورت ساعتی پول گرفتم. حتی ساعتی که میخواستم نهار بخورم برم برگردم مثلا 1 ساعت اونو حذفش میکردم، حساب نمیکردم و فقط ساعتی که داشتم کار انجام میدادم محاسبه میکردم. اینجوری قیمت دادن هم به نفع مالکه هم به نفع برقکاره. خب سوال بعدی، سوال پرسیدن در مورد چراغ‌های پارکی، همینه که سر لوله و اینا نصب میشن. سلام مهندس، مثل همیشه عالی، مخلصم. دستمو نزدم رو سینم میکروفون نخوره ها. خیلی مخلصیم. چند تا سوال در مورد چراغ‌های پارکی. اینکه برای این پایه‌های کوتاه لوله را از کف بچینیم و کابل بیاد تا سرپیچ، به جای یا نوشته تا، یا لوله و کابل با هم بیاد بالا و پایه‌های بلند لوله و کابل یا اونم فقط کابل بیاد تا جعبه تقسیم.
که دارن. خب ببینید یه خورده نگارشش ناجور بودش. خب ببینید عزیزان، ما بستگی داره که چه چراغی رو میخوایم نصب بکنیم. یه سری از این چراغایی هستن که چند شاخه‌ان، اون قسمت بالای لوله که این تقسیم بندی میخواد انجام بشه خودش درب داره، این حالت جعبه تقسیمه، شما میتونید اونجا تقسیم بندی انجام بدید. ببینید بهتره که شما دارین زحمت رو میکشید لوله میذارید برای این چراغا، لوله تا تقریبا 10 سانت مونده به سر لوله آهنی بیاد بالا، چون یک سری از چراغا یه قسمت نری هم دارن که داخل لوله میره، برای همین میگم 10 سانت مونده، چون اگر تا لب به لب بیارین اون چراغا جا نمیرن. بعد ولی خب کابل یا سیمی که کشیدین بهتره کابل بکشین، توی محیط‌های باز کاب بکشین و اون کاب بیاد بالا که شما بتونید سربندی رو انجام بدید. پس لوله شد تا 10 سانت مونده به سر لوله برقتون میاد تا 10 سانت مونده به بالای لوله فلزی و کابل هم که هلوش بستگی به اون چیزی که نیاز دارین، بعضی جاها 30 سانت نیازه که کاب بیرون باشه، بعضی جاها 50 سانت. و یه سری چراغا هستن که تقسیم بندی داخل چراغ انجام میشه، بعضی هم هستن نه، تکیا همون داخل لوله تقسیم سربندی انجام میدین و چراغ سرلوله‌ای رو میذارین. ولی خب لوله باید تا 10 سانت مونده به بالا بیادش. سوال بعدیش و اینکه بهتر نیست از ترمینال و سرسیم استفاده بکنیم؟ چرا؟ خیلی بهتره که از سرسیم استفاده بکنید، ترمینال داشته باشه، اینا به تمیزی و بهتر رد شدن جریان کمک میکنه. سعی کنید اگر پای چراغتون پای وسط هستش حتما از سرسیم دوبل استفاده بکنید که سیمی که وارد میکنه برق و سیمی که میخواد انتقال بده به چراغ بعدی هر دو داخل یه سرسیم باشن که وقتی پرس میکنید اینا خوب جریان انتقال بدن. حتما وقتی که از ترمینال استفاده میکنید سرسیم بزنید، چون سیمای افشان داخل ترمینال تاراشون دونه دونه قطع میشه و به مشکل میخورید. سوال بعدیشون و اینکه اگر سیم ارت باشه اونو به کدوم قسمت ببندیم؟ ببینید سیم ارت برای بدنه هستش. یه سری چراغا هستن که بدنه های چدنی، آلومینیومی یا آهنی دارن، ولی یه سری چراغا هم هستن که پلاستیکی هستن. اگر چراغاتون فلزی بود که احتمالاً داخل خودشون جای سیم ارت داره، به صورت یه پیچ روی بدنه گذاشتن که شما باید یه سرسیم گرد ببندین و بندازین داخل اون پیچو ببندین. ولی اگر چراغ شما پلاستیکی بود و ارت نداشتش، شما بهتره که اون سیم ارتتون رو اگر میتونین پیچش کنید به پایه لوله ایتون. اگر لوله‌تون PVC هستش، پلاستیکی هستش، باید پیچ بشه حتما به سر چراغ. اگر همه اینا پلاستیکی هستن که اصلا نیازی به ارت نیست. ببینید اگر لوله‌تون فلزیه سعی کنید ببندینش به پایه لوله که اگر یه موقعی هم بعدها اومدن جایگزین کردن با سرچراغی پلاستیکی، شما سیم ارت رو به لوله وصل کرده باشین و خیالتون راحت باشه. پایین ترین قسمت پایه که توی چشم نیست بهتره که نصب بشه. واسه همون سیم ارت منظورشونه. خب ببینید بستگی داره، بعضی از پایه ها هستن که قسمت بدنشون جای سربندی داره، بعضی ها هستن نداره. اینا خیلی مربوط میشه به این که پایه شما از کدوم نوع هستش. و اینکه کلید نشتی خیلی موقع ها همچین جایی خطا میده به خاطر نفوذ آب بین سیم ها. نظر شما چیه؟ ببینید کلیدهای نشتی جریان، خب وقت به اینا نمیشه گفت خطا. وقتی که جریان نشت پیدا میکنه این کلیدها شروع میکنن به قطع کردن مدار. پس وقتی که شما میبینید این کلیدتون قطع شده، پس یعنی اینکه یه نشتی جریان وجود داره. خب حالا این نشتی چجوری به وجود میاد؟
یه سری چراغا هستن که به خاطر ضعف طراحی آب نفوذ میکنه به داخلشون و اون آب و رطوبت و اینا باعث میشه که از سرپیچ سرامیکی یه مقدار جریان نشت بکنه به پایه ها. خب این پایه ها چون خودشون داخل زمین هستن یه جورایی یه ارث ضعیفی همیشه دارن، یعنی اون نشت ضعیف جریان باعث برق گرفتگی نمیشه ولی خب نشت پیدا میکنه. بهتره که شما امتحان بکنید اول که برای همچین فضاهایی از کلید نشت جریان با میلی آمپر بالاتر استفاده بکنید. ببینید کلید نشت جریان از 30 میلی آمپر هست تا 500 میلی آمپر که 500 میلی آمپر ها رو برای مصارف صنعتی استفاده میکنن، 30 میلی آمپر ها برای مصارف داخل خونه، داخل واحد هستش. ولی داخل محوطه های باز بهتره که شما کلید نشت جریانتون خیلی کلی نباشه، مثلا زیر کنتور اگر باشه توی منطقه ویلایی و اینا همش قطع میکنه. شما باید کلید نشت جریان رو سر راه مصرف کننده هاتون ببندین. مثلا اگر 2 تا چراغ سردری دارین میخواید نشت جریان داشته باشه که البته سردری ها نیاز نیست، مثال میزنم، فقط برای همون کلیدی که سردری روشن میکنه. یا مثلا اگر چراغ راهروی دارین فقط برای کلیدی که اون چراغ راهروی روشن میکنه. یعنی هالوژن‌های دور ساختمون با راهرو ساختمون کلید نشت جریانش با هم متفاوت باشه، این بهترین کاره. و اگه بخوایم با چسب برق، میگم نگارش مشکل داره، و اگه بخوایم با چسب برق و کابل ها را از همون کف زمین لخ کنیم و وصل کنیم، نظرتون چیه؟ منظورش اینه که اگه بخوایم با چسب برق کابل ها رو روی زمین سربندی بکنیم. ببین سربندی سیم و کابلاتون حداقل باید از روی زمین 30 تا 50 سانت فاصله داشته باشه، 30 تا 50 سانت به بالا. برای همین من با چراغایی که دفنی هستن و ولتاژ 220 ولت دارن خیلی مخالفم، چون حتی از سطح زمین هم سربندیش پایین‌تر انجام میشه. ببینید من همیشه حتی این سیمایی که یه سری چراغا هستن که با شاسیشون تقریبا یه هولوش 2-3 سانت فاصله میگیرن، سعی میکنم سربندی اینا رو کابلشون رو بلند انجام بدم که تقریبا وقتی میدم داخل پای لوله‌ای 30 تا 50 سانت از زمین فاصله بگیره که اگر بارون میاد حتی اگر ترشحش داخل لوله به سمت بالا باشه نرسه به اون قسمت. و اینکه آپارات میکنم و جاهایی که 2 تا سر سیم اینجوری میاد بالا و من این آپارات این بالا میپیچم، از این قسمت بین سیما ممکنه آب نفوذ بکنه. اون جاها رو هم بعد از اینکه آپارات بستنم تموم شد با چسب آکواریوم یا با چسب حرارتی اون قسمت رو پر میکنم که از اون شیار سیم نفوذ نکنه آب. پس بهتره که اگر میخواین سربندیتون نزدیک زمین باشه حداقل 30 تا 50 سانت بالاتر باشه. خب آخه نوع پایه ها با هم فرق میکنه و بعضی ها سرپیچ پیچی دارن و یه کاب بهش وصله و میاد پایین. آره دیگه این مثالی که زدم گفتم من خودم اون شاسیاشون فاصله داره و اینا از همین نوع هستش که شما اصلا به سر چراغ دسترسی ندارین. مثل این چیزایی هستن، چراغایی هستن پروفیلیان، میاد بالا یه دونه زاویه 45 درجه داره، عکسشو بذارم براتون این بالا. اونا رو دسترسی به چراغ ندارین که اون بالا بخواین سربندی انجام بدین، باید پایین سربندی رو انجام بدین. برای همین شما بهتره که سربندی رو که انجام دادین کابلتون یه مقدار بلند باشه که بفرستیم بره داخل لوله. من این آخرین کامنتیه که میخونم به خاطر اینکه تایم ویدیو زیادی بلند میشه و حوصلتون سر میره. خب کامنت بعدی: سلام، لطفاً توضیح بدین فیوز کنتور از نوع تندکار بهتره یا کندکار؟ ببینید بستگی داره که اولا که به نظر من فیوز برای کنتور بهتره که نوع کندکار باشه، چون کنتور یه چیز کلیه و شما ممکنه بعد از کنتور چندین لوازم استفاده بکنید.
لوازمایی که استفاده میکنید متفاوته که این کنتور مال ساختمون باشه، مال واحد مسکونی باشه، واحد تجاری باشه، کارگاهی باشه، اینا همه با هم متفاوته. ولی نظرم بر اینه که فیوز کندکار باشه، چون ممکنه که شما یه زمانی بخواید مثلا سنگ فرز استفاده بکنید، دستگاه جوش استفاده بکنید، فیوزهای تندکار تو اینجور مواقع سریع میپرن، چون باید عکس العمل سریع از خودشون نشون بدن و این عکس العمل سریع موقعی که شما میخواید یه الکتروموتور رو روشن بکنید، چون لحظه اول جریان زیادی میکشه، باعث میشه که این فیوزها تند بپرن. فیوزهای تندکار رو سعی کنید داخل واحد توی فیوزهای فرعی ازشون استفاده بکنید، یا حالا منظورم داخل واحد برای این بود که اشتباه کردم، بیرون واحد هم میتونید استفاده بکنید. هر جایی که از الکتروموتور استفاده نشده شما باید فیوز تندکار استفاده کنید، مثل خط روشنایی. حالا چرا گفتم بیرون واحد هم میشه؟ به خاطر اینکه یه سری از چراغ‌ها راهرویی دارن، یه سری از چراغ‌های دیواری دارن، خب اینا بیرون واحده و شما تو اینجور مواقع باید کلاس تندکار استفاده بکنید، مثلا کلاس B، و جاهایی که مثلا یه دونه پمپ تصفیه آب یا پمپ فشار آب، یا مثل داخل آشپزخونه که خیلی از لوازم الکتروموتور دارن، اونا باید تیپ C باشن یا همون کلاس کندکار. خب عزیزان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از این به بعد این دست ویدیوها داریم، پس توی کامنت ها سوالاتتون رو بپرسید. تا ویدیو بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. این تلویزیون گفتم. خداحافظ.